خب من دیگه میرم. امیدوارم رفیقاتو پیدا کنی. فردا میبینمت. امین تویی؟ پنپه عمتم. لاشی چرا تلفنتو جواب نمیدی؟ فکر کردیم خدا بیامرز شدی. به هر حال بیا بریم، بچه‌ها منتظرن. باید بهشون بگم زنده ای. چیزی از این بیماری و اون موجودات میدونی؟ از وقتی که اون موجودات زیاد شدن و تو شهر هجوم آوردن، عده زیادی فرار کردن. بعضیا رفتن خارج از کشور، ولی مثل اینکه گاز گرفته شده بودن و این انگل یا مریضی رو تو کل دنیا پخش کردن. ایران، چین، روسیه، آمریکا، ترکیه، تاجیکستان و بقیه کشورها اوضاع خیلی خرابه. هی ببینید کیو پیدا کردم بچه ها. نیما، اوه پسر، ما فکر میکردیم تو مردی. حالا که میبینی من اینجام. امشب جشن میگیریم. در جریانید که نباید سر و صدا کنید. اونا ممکنه هر لحظه پیداشون شه. مثل همیشه ضد حالی. جرأت داری دوباره بگو. خوبه که هنوز روحیه دارید، اما وقت برای خوشگذرونی نداریم. من فردا با یکی به اسم امیر عباس میرم سمت شمال کشور. همراه هم میایید؟ من که هستم. شمال؟ حداقل شاید از این موجودات کمتر ببینیم. پس منم میام. درسته، بهتره کلن از شهر بریم بیرون. من که فکر نکنم بیام. خانوادم هنوز تو شهرن، باید پیداشون کنم. منم همینطور. من میام. خیلی خوب. پس فردا صبح میریم سمت برج میلاد پیش اونا.